به نام خدا. سلام، حالتون چطوره؟ مهمان امروز من سرکار خانم آرزو رزمدیده، یکی از بانوان فعال در حوزه بدنسازی هستن. خیلی خوش آمدید خانم. ممنونم. با سلام و احترام خدمت همه عزیزان و مخاطبین پیج شما. خیلی ممنونم از اینکه منو دعوت کردید و یه سلام ویژه خدمت همه همکاران و مربیان و ورزشکاران عزیز در خدمتتون هستم. خواهش میکنم، خدمت از بنده است. خانم رزمدیده، خودتون لطف کنید یه بیوگرافی برای مخاطبین ما بدید، ممنون میشم. آرزو رزمدیده هستم، فیزیولوژیست ورزشی، مربی درجه 1 بدنسازی و از سال 88 کارم رو به صورت رسمی توی حیطه مربیگری آغاز کردم و در ابتدا رشته من مهندسی برق بود و توی همون زمینه هم یه مدت فعالیت کردم. شغلم مرتبط با رشته‌ام بود، منتها از علاقه شدیدی که به ورزش داشتم واقعا به این سمت کشیده شدم و کاملا اون رشته رو گذاشتم کنار و از این انتخابم همیشه خوشحالم، به خاطر اینکه ورزش جزء اصلی زندگی من بوده از کودکی تا به الان و از اینکه میتونم به مردم کمک کنم و میتونم مفید باشم حس بهتری دارم. بسیار عالی، خیلی هم جالب و مفید و کامل بود. خانم رزمدیده، چالش های بدنسازی بانوان، حالا بیشتر ما خانمایی که دعوت میکنیم مبحثمون بیشتر راجع به بدنسازی خانم‌ها هستش. شما هم از این مدل ورزشکارا رو دارید که مثلا بگن که من فقط برنامه تمرینی میخوام یا مثلا من فقط برنامه غذایی میخوام؟ بله، ما یه طیف وسیعی از افراد رو داریم میبینیم توی باشگاه ها که متاسفانه به خاطر اینکه فرهنگ سازی نشده، مردم آموزش ندیدن، توی رسانه‌های اجتماعی هر فردی مخصوصا حالا توی سوشال، توی اینستاگرام به خصوص، مردم هر گونه اطلاعاتی رو از افراد مختلفی دارن دریافت میکنن که نمیدونن باید وقتی که میان توی باشگاه ثبت نام میکنن چه درخواستی از مربیشون داشته باشن. درسته. من فکر میکنم که برای همه مردم، یعنی اکثر مردمی که نمیخوان به صورت حرفه‌ای ورزش کنن، باید سبک زندگی رو به مربی‌ها بهشون آموزش بدن و حالا این شامل اون برنامه تغذیه هست، برنامه تمرینی درست و اصولی هست و اینکه اون عادت‌هایی که در طول روز دارن اونها اصلاح بشه. منتها چون خود مربی‌ها هم متاسفانه آموزششون خیلی کوتاه هست و تجربه ندارن و متاسفانه حالا روی صحبتم نسبت به افراد خاصی نیست، ولی چون نمیدونن که از چه رفرنسی مطالعه کنن و نحوه مطالعه، فکر میکنن که اگر قراره با قشر خاصی کار کنن یا به صورت کلی کار کنن باید خیلی آموزش ببینن و همه چیز رو بدونن. اتفاقا من خیلی استقبال میکنم از کسایی که میگن من بلد نیستم، ولی میدونن که اگر کسی بهشون مراجعه کنه از چه رفرنسی، از کدوم کتاب برن اون بحث رو مطالعه کنن. مثلا اگر یه فرد سالمندی بهشون مراجعه کنه، نمیان با همون آموخته‌های قبلی با دانش و تجربه پایه‌ای که دارن با اون فرد کار کنن، میان مطالعه میکنن و میدونن از کجا این اطلاعات رو کسب کنن که اطلاعات درستی باشه. درسته. چون اینقدر این علم گسترده هستش که من با اینکه تحصیلاتم هم کارشناسی ارشد توی زمینه تربیت بدنی بوده، توی زمینه علوم ورزشی بوده، ولی باز هم هر روز سعی میکنم مطالعه کنم. ما متاسفانه اینو داریم توی افرادی که حالا به عنوان مربی هستن، بعد از این که مدرکشون رو میگیرن، بعد از گذروندن اون دوره کوتاه 1 هفته‌ای توی دوره مربیگری،
کاملا دیگه مطالعه رو میذارن کنار و با هر چیزی که مثل افرادی که به صورت تجربی کاری رو بلدن شروع میکنن به کار کردن. ببین دقیقاً من یادم 20 سال پیش آقای علی رستمی قهرمان جهان که همشهری منم هست حرف قشنگی رو زد، گفت که اگر ورزش‌های دیگه دریا هستند کلاً رشته بدنسازی اقیانوسه. دقیقاً. یعنی ته نداره. درست. هر روز علم داره آپدیت میشه. دقیقاً. در واقع میشه گفت که مقالات جدید داره میاد. یعنی در واقع فکر میکردی کاری که داری انجام میدی صحیحه، اما خب بعد میبینی تا 3 سال پیش داشتی این کار رو انجام میدادی الان تغییر کرده و اشتباه. دقیقاً به همین شکل است که شما فرمودید. درآمد بدنسازی خوبه؟ سوال سختی پرسیدید. اگر بخوام صادقانه بگم توی کشور ما متاسفانه ورزش جز اولویت‌های بعدی افراد هست، مخصوصا توی بانوان. چیزی که تو تجربه من هست، خانم ها دوست دارن که خیلی زودتر و سریعتر به نتیجه برسن. حالا نتیجهشون بعضی دوست دارن فقط لاغر شن، بعضی حتی دوست دارن سیکس پک علمی تخیلی فکر میکنن با روش دیگه ای به دست بیارن و متاسفانه این موضوع هست. ولی به نظر من اگر بتونیم خوب کار کنیم، اگر با تجربه، با اعتماد به نفس و معاشرت کردن با افراد رو بلد باشیم، رشته‌ایه که به نظر من جزء رشته‌ایه که خیلی خوب میتونیم پول در بیاریم. اما میگم باید تو هر زمینه هم اون دانش و تجربه مهمه، هم بحث رهبری و پشتیبانی افرادی که میان و به نظر من واقعا باید دلسوزانه برخورد کرد با افراد، به عنوان مشتری بهشون نگاه نکنیم که اینطور. بله کاملا شما درست میفرمایید. ولی خب همون بحثی که فرمودید، حالا بحث خانم ها هم فقط نیست، بحث آقایون هم هست. هزینه نمیکنن، نه برای مربی نه برای برنامه، یعنی حاضرن وقتشون رو بگذرونن، اشتباه حالا تمرین کنن، اشتباه غذا بخورن، اما نتیجه ای رو که میتونن با یه مربی خیلی زودتر طی کنن، این مسیر رو که میتونن خیلی زودتر طی کنن و به نتیجه برسن رو حاضر نیستن بهاش رو پرداخت کنن. یعنی حاضرن برای هر چیزی اصطلاحاً میگم پول بدن، خرج کنن، اما حاضر نیستن نه مربی بگیرن، نه برنامه غذایی بگیرن، نه برنامه تمرینی. بارها برای خود من، یعنی من نوعی پیش اومده ورزشکار گفته من فقط برنامه تمرینی میخوام، پس غذایی چی؟ یا باز بارها پیش اومده من فقط برنامه غذایی میخوام، پس تمرینی چی؟ وقتی که شما خودتون میسپاری به یه مربی، در واقع اون مربی میاد کامل تو رو زیر نظر میگیره، از بحث تغذیت، از بحث استراحتت، از ریکاوریت، از بحث تمرینت، همه اینا رو با هم، تمام این بعدها رو با هم در نظر میگیره که شما اون نتیجه دلخواهی که میخواد برسی. ولی خب بعضیا متاسفانه اینجوری فکر میکنن، بعدش هم در نهایت میگن چرا نشد. خب خودت مقصری. دقیقاً. البته یه موضوعی هم هستش توی، اگر بخوایم تو سطح باشگاهی نگاه کنیم که قطعاً یه مربی نمیتونه برنامه غذایی بده. درسته. و اصلا ممنوعه. متخصص باید باشه. متخصص تغذیه باید باشه، اما به نظر من متخصص تغذیه باید توی حیطه ورزشی هم کاملا مسلط باشه، اشراف داشته باشه. بله. این دوتا برنامه رو با همدیگه مچ کنه که ورزشکار بهترین نتیجه رو بگیره و عملکردش هم توی فعالیت ورزشی بالاتر بره. حالا انشالله من تو برنامه‌های بعدی سعی میکنم که یکی از همکاران خوبمون که متخصص تغذیه هم هست یا همون رژیم درمانگر هست رو دعوت کنم. اما به قول شما کاملا صحیح، بعضیا هستن از متخصصین تغذیه همکارای ما هستن، ولی میشه گفت حول محور بیماری هستن. برای مثال میگم تغذیه بعد از عمل جراحی، تغذیه بعد از مثلا شیمی درمانی یا کنسر، حول محور ورزشی یا ورزش حرفه‌ای یا میشه گفت بدنسازی به طور جدی نیستن. بله. که خب البته خدا رو شکر توی چند سال هم یه خورده میشه گفت که روند تغییر کرده. خیلی از همین همکارای ما که متخصص تغذیه هستن خودشون هم ورزشکارن هم بدنسازن. بله دقیقاً. بسیار عالی. خب
خانم رزم دیده زحمت کشیدن یک غذای رژیمی هلسی برای ما آماده کردن. بله تقریبا. بریم کاراشو کنیم و برگردیم. اگر از کانال یوتیوب بیننده ما هستید ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو هم لایک کنید برای حمایت بیشتر که ممنونتون میشم. اگر از پیج اینستاگرام بیننده من هستید ممنون میشم که پیج رو فالو کنید، ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید. میریم و برمیگردیم. خانم رزم دیده یه پیج بسیار خوب داره که حالا تقریبا میشه گفت تبدیلش کرده به آشپزی بیشتر و یکی از حالا چرا آدم بخواد دروغ بگه یکی از دلایلی که دعوتش رو کردم این بود که ایشون آشپزی بسیار خوبی دارن و بسیار هم خواهش میکنم بسیار هم با سلیقه هستن. یعنی من همیشه بهش میگفتم خانم رزم ما کی قراره ای سالادا بخوریم، ما کی قراره غذا بخوریم. بالاخره قسمت شد. بله خب یه توضیح خودتون بدید خانم رزینده در مورد غذای امروز یا اول پیجتون بعد غذای امروزتون. خب یکی از دلایلی که من پیجم رو یکم تبدیل کردم محتواش رو به حالا محتوای آموزش آشپزی به این دلیل بود که خب من هر روز از غذاها برای بچه‌ها استوری میذاشتم و بچه‌ها خیلی استقبال کردن که کاش اینو توی پستا بذاری، دستوراش رو بذاری، رسیپی‌های مختلف غذایی که میاری باشگاه. اصلا کلا من به این موضوع معروفم که همیشه غذاام همرامه و به نظر من یه موضوع مهمی که همه ورزشکارا باید بهش توجه کنن مسئله آماده کردن غذاهاست. از قبل باید برنامه داشته باشی، از قبل باید بدونی که میخوای چی کار بکنی و اینو آماده کنی، چون همه آدما یعنی با اراده ترین آدما هم زمانی که گرسنه باشن اون قدرت تصمیم گیریشون رو از دست میدن. واقعا دور و برت اگر غذای شیرین و حالا قطعا اگر کربوهیدرات باشه اول اونو ترجیح میدی. من قدرتم از دست میدم چه برسه به تصمیم گیری. دقیقاً بخاطر همین خیلی مهمه. یعنی به نظر من توی باشگاه من یعنی خودم این کارو میکنم، توی باشگاه به ورزشکارام آموزش میدم، ازشون میخوام که برام عکس بفرستن از وعده‌های غذاییشون، چون این موضوع کلیدیه توی سرعت پیشرفتشون. خب الان چه غذا خانم رزم دیده عزیز؟ غذایی که تقریبا من هر روز درست میکنم برای شما هم درست کردم. هر روز همینو میخورید؟ نه تقریبا غذای من اکثرا باید حالا پروتئین داشته باشه، یکم سبزیجات داشته باشه. بله. گاهی اوقات سالاده، گاهی اوقات سبزیجات هم به صورت بخار پس شده، حالا از سیفیجاتی مثل کدو و بادمجون و اینا استفاده میکنم. بسیار عالی. امروزم راستشو بخوایم میخواستم ساندویچ فیله درست کنم که گفتم فیله خالی نباشه دیگه، خیلی رژیمی باشه. بله. خاطر همین گفتم که مخلفاتشو این شکلی درست متخلفات اصطلاحاً. متخلفات. من سوسی که توی ساندویچ میخوام به کار ببرم و دیشب آماده کردم. مرغم هم مرینیت کردم، فیله ها رو حالا بهتون نشون میدم. همیشه این کار رو میکنم، یعنی برای غذای خودم هم همین کار رو دقیقا میکنم. یه موردی من یادم رفته بیارم که خیلی هم نکته کلیدی بود، حیاتی بوده یعنی؟ بله ولی اشکالی نداره. اشکال نداره. شما به بزرگواری خودتون ببخشید، تشریف آوردین، ما میزبان بودیم، حتما زنده باشید. ممنونم. سعی میکنم که یه ذره امروز عجله کردم. آتیش رو روشن کنیم که غذامون رو روش بپزیم. بله بفرمایید. آقای هورس هم اونور داره فضولی میکنه. خوبه درش رو ببندید. نگرانم. آموزش آتیش هوای دور. همیشه آتیش رو همه درست میکنم، من میرم فقط آشپزی میکنم. الان جا داشت بله. که من از شما ویدیو میگرفتم. خب این چطوریه؟ الکل همین درسته؟ نه. فشار بدید. روشن شد. بله روشن شد. خب به چه آتیش خوبی. به جنگ پیاز میره خانم رزم. ناخونت حواست باشه این ساتوره ها. آره. چاقو آشپزخونه نیست. من
اوکی هم باش. بسیار عالی. حرکتی میزنه. خانم رزمیده اگه استوریاشون رو نگاه کنید معمولا غذایی که درست میکنن لب پنجره میذارن. آره ببین الان بذار من با همین کوچیکه با همون کوچیکه با اینم نمیتونم آقا. مشکل خوردیم. تعریف علکی کردیم از خانم. نه من باید تجهیزات خودم همیشه داشته باشم. خانم این ساتور سربه. من ساتور سرو ازش بلد نیستم استفاده کنم، واقعیتش برام یکم بزرگه. همونطور که این داره له میکنن پیازها رو. بسیار عالی. بعد ما معمولا تو خونه از تجهیزات دیگه غیر از مثل مولینکس و چرا؟ چون آقای دکتر من انقدر سرم شلوغه مخلوط کنه و این چیزا. مخلوط حتی بعضیشون هستن که برقی نیستن، اونا خیلی سرعت منو میبرن. خب خانم رزمین اینجا ما قراره آشپزیمون تو فضای باز و به صورت کمپینگ باشه. نه بابت همین میگم که یعنی من دلیل اینکه نمیتونم این پیازا رو خورد کنم همینه ها. بسیار عالی. خانم رزمین دیده الان من تو کیفشون همه نوع طعم دهنده ای دیدم، از گاریلا بلانکا گرفته، کنارش هم خیارشور و زیتون. الان هم که داره یه کار حرفه‌ای رو انجام میده. پس اینا برای رژیم لازمه. بله به خاطر اینکه گلایه همه ورزشکارا اینه که غذاها تکراریه، همش باید مرغ و تخم مرغ و فیله و اینا بخورن. خب با این طعم دهنده ها خیلی کار راحت تر میشه دیگه به نظرم. دقیقاً. آووکادو رو نصف میکنم و اون چرخش معروف رو میخواد به کار ببره. بله نمیشه این الان با این در نمیاد، چیکارش کنیم؟ باید با ساتور سرب بزنی وسطش. میترسم آووکادو رو خراب نکنم. دستت نزنی خانم. اینا ریحانه که ما بهش میگیم ریحون. من همون ریحون میگم. مثلا خب الان مایتابه کمپینگ حرفه‌ای ما رو میخوام بذارن رو آتیش. بله از تجهیزاتتون تعریف میکنید؟ بله چقدر تمیزه. من برام خیلی نظافت مهمه. خواهش میکنم زنده باشید. حالا کم میریزم اگه لازم شد دوباره میریزم. بله داغ بشه. روغن زیتون بود دیگه درسته؟ بله. خب خیلی هم نذاریم داغ شه. ولی زیتونش بغل آفتاب گردون بود. مزرعه بغلیش آفتاب گردون بود. پیازا رو پخش کنم که قشنگ. به به. خانم رزمیده میدونستید شما اولین کسی هستین که این تابه رو داری افتتاح میکنی؟ جدی؟ بله مشخصه چقدر نور. آره همون تعجب کردم، گفتم چقدر با سلیقه. این تابه ها معمولا کفش خیلی خط خطی میشه. دوستان آتیش رو ببینید چقدر زیباست. من زیاد روغن نمیتونم بریزم متاسفانه. خب بسیار عالی. خیلی زیر سیاده. کار کنید. باید حالا توی این غذا باید این حرکت چی بود؟ والا نمیدونم. بچه‌ها خانم رزمیده خیلی با اخلاقه. شما لطفاً میگه نمیدونم. نه تو کلاسا به خاطر اینکه عطر لیمو بیشتر. آها چه جالب. حالا میگن نمیدونم. یه ورزش باید بدید دوستان. خب تعریف کن خانم رزمیده. خیلی ساده اینا رو با روغن سوسیس روش سوسیس بندری فکر کنم بود. با روغن زیتون و زعفرون و نمک و فلفل و پاپریکا تمدار کردم. یه کوچولو هم از این گارینا بلانکای زعفرونی ریختم. به به.
خیلی خوبه. زعفرونش هم هست؟ بله. چه جالب. آره اون من اتفاقا زعفرونش رو خیلی بیشتر از همه استفاده میکنم. اینجا جوش بده نیفته. برای اینکه این فیله ها هم زودتر بپزه این خیلی چیز خوبیه. خانم رزیز برنامه چطوره؟ خوبه؟ عالیه. دوست داشتید؟ هیجان داره؟ حالا ما بخش آشپزیش خیلی به نظرم جالبه. خواهش میکنم. حالا ما برای آقایون چیزام داریم، چالش داریم، چالش تیراندازی داریم. ان شاء الله از هفته‌های آینده چیزی بذاریم مثلا دارت. اتفاقا تو فکرش هستم. امید به خدا. تا این مرغا داره میپزه من اینا پیازم میپزه. به به. و این نظرم زمین. اینا به نظر سرخ میشه اینجوری؟ بله. یکم روغن اضافهش کنید، آره. تفت بدید اوکی میشه. همین کارو میکنم. اگه آتیشش کنم تا آتیشش زیاد کنید. به به چه پک ادویه کاملی. زردچوبه، فلفل سیاه، آویشن، پودر سیر، ادویه مورد علاقه من. بله. زردچوبه، آویشن هم مورد علاقه منه. ذره کرکمین بریزیم توش. اینجوری باز میشه. چه شیک. کم میریزم چون من خودم توی مرغا ادویه ریختم. خب یه ذره هم میخوام. آویشن و پودر سیر رو میذارم آخرش. بله. فلفل قرمز، فلفل قرمز. دوستان آتیشو که دارید، کار حرفه‌ای. شما بی زحمت یادآوری کنید برای آویشن و پودر سیر برای آخر. بله حتما. مرسی. نمک چی؟ نمک هم داخلش ریختم دوباره آخرش مرسی. بله. بسیار عالی. چیه خانم رزمیده؟ تخم آفتاب گردونه؟ آفتاب گردون. بعد دیگه هندوانه، کدو هم هست؟ آره تخم کدو هم. خب بچه‌ها رادیم گل میذاریم. گل خوراکی. گل خوراکی. ببینید چقدر خانم رزمیده با سلیقه است. این گل اسمش چیه؟ میمون بهش میگن. آره شیپوری میگن. گل خوراکی. نظرم درش دیگه باز باشه این بخشن آبش کشیده شه. بسیار عالی. بهتر بود. زیرش زیادتر نمیشه؟ چرا؟ میشه. ورود گوجه‌های گیلاسی به ظرف غذا. بس. بچه ها منم دارم کمک میکنم، هم میزنم. غذا بسیار حرفه‌ای. چقدر حرفه‌ای مثلا اینجوری هم میکنن آخرش. بچه ها این غذا با نون سرو میشه. بگید خانم رزمیده اسم نون رو که بچه ها هم بدونن. چاپاتا. بچه ها چاپاتا. مطمئنن. بچه ها این نون اسمش نون چاپاتاه. ولی خودم اگر باشم با نون دیگه سرو نمیکنم. بدون نون سرو میکنن. بدون نون سرو میکنم. همون سس معروفو. سس معروفو یه قاشق میزنن. اینا میزنن. خانم رزمیده برای من بیشتر بزن سس معروفو. حتما. فکر کنم دوست داشته باشید طعمش. بله. مثلا کلا سس تند، همه نوع سس دوست دارم. خیلی خوب. دوستان ارتباط با طبیعت رو می‌بینید رو زمین. بسیار عالی. هر کی اینجا با من بیاد من انقدر از این حرکت‌ها روش پیاده می‌کنم که دوست داشته باشه بره کمپ. مرغ بیفته رو زمینم باید بخوره.
من تو کمپ چیزای خوبی پختم پس اینجا خانم رزمیده لو داد تو کمپ چیزای خوبی پخته. قسمت مهمش اونم آقا بشین شما. بسیار عالی. خب قسمت چیزم داره؟ قسمت زیتون هم داره. خب قسمت خیارشور رو مشاهده میکنید. بچه رو زمین نیست، تو ظرف اینا. اینجا هم زمین خداست، تبادل انرژی صورت میگیره. ایراد داره مگه؟ اصلا ایراد نداره. بعضیا دوست ندارن یه شکلی هست. دوستان لذت ببرید. خدا به ما عمر داده، از عمرتون استفاده کنید، از طبیعت لذت ببرید، خوش باشید، کاری که خوشحالتون میکنه رو انجام بدید. هر کاری هم که بکنی یادت باشه باز یکی میاد یه ایرادی میگیره، پس خودت باش و لذت ببر. خب ما برگشتیم. خیلی ممنونم از شما، فوق العاده بود. دستتون در نکنه. بسیار کتبانو. برمیگردیم، خواهش میکنم برمیگردیم به بحث. خب راجع به متخصص تغذیه صحبت کردیم، راجع به فیزیولوژیست ورزشی هم صحبت کردیم. الان راجع به متخصص حالا آسیب شناس یا حرکات اصلاحی چی؟ من فکر میکنم که بازم برمیگردیم به همون دوره‌ای که مربی‌ها دیدن. اون دوره یه هفته‌ای نمیتونه یه فرد رو تبدیل کنه به فردی که متخصص تغذیه است. دوره‌های کارگاهی دوره‌های کارگاهی و دوره یک هفته‌ای مربیگری. و حتی بارها من دیدم که مربیایی که مدرک هم گرفتن خیلی آناتومی رو نمیشناسن، حتی کار با یه سری دستگاه‌ها و ابزارها رو خیلی خوب بلد نیستن. به همین دلیل این حیطه آسیب و اصلاحی و حیطه فیزیولوژی ورزش دو تا راه جداگونه است و هر کدوم خیلی گسترده هستش. درسته یه مربی باید یه اطلاعات کلی از همه اونها داشته باشه. اتفاقا چند وقت پیش من یه جایی بودم داشتم میگفتم که واقعا لازم نیستش که مربی بخواد دخالتی کنه توی بحث درمان، چون بعضی از عارضه ها هستن که واقعا نیازمند ارزیابی درستن و اینکه واقعا متخصص باید این کار رو انجام بده، داخل کلینیک با ابزارهای خاص انجام بشه. دقیقاً. اما یه مربی باید اطلاعات خوبی راجع به آسیب ها و ناهنجاری ها داشته باشه که خدای نکرده با یه سری تمرینات اون عارضه رو تشدید نکنه. گاهی اوقات بعضی عارضه ها حالا مثل اسکولیوز در اثر اینکه حالا مربی نمیتونسته خوب تشخیص بده اون ناهنجاری رو، حالا به صورت هم داینامیک در حال حرکت هم به صورت استاتیک، چون متوجه نشده آسیب خیلی بدی به اون فرد ورزشکار زده که حالا توی بحث فیزیولوژیکی هم روی فعالیت اون فرد تاثیر میذاره، تنفسش به مشکل میخوره و موارد دیگه. پس به همین دلیل بهتره که تمام متخصصین، اهم از متخصص تغذیه، فیزیولوژی ورزش و مربی و متخصص آسیب اصلاحی با هم تعامل داشته باشن. کاملا درست میفرمایید. من یه نکته رو بگم، پس یعنی اگر تو دوره‌های یک هفته‌ای دو هفته‌ای فدراسیون یا کارگاهی شرکت کردید، لطفاً نرید تو پیجتون زود بزنید سری مربی رسمی فدراسیون و بسم الله الرحمن الرحیم. اینجوری نیست. شما وقتی که تازه مربی میشید، اونم پایین ترین لول مربیگری که درجه 3 هست، باید تازه دوره‌های بعدی رو طی کنید و بعد باید خودتونم خودجوش دوره‌های دیگر رو شرکت کنید که بتونید علمتون رو بیشتر کنید و خودتون رو همیشه آپدیت کنید. و یه مطلب خیلی مهمترم بگم دوستان عزیزم، شمایی که هنوز مدرک مربیگری داخلی ندارید یا همون پایین ترین گرید که همون درجه صحت رو ندارید، نیازی به رفتن به دوره‌های بین‌المللی نیست. با اون شما نمیشید مربی بین‌المللی.
اینو یادتون باشه. خانم رزم دیده، خب خیلی از مربیای ما هم هستن حالا به صورت تجربی کار کردن، حالا یا مدرک مربیگری ندارن یا پایین ترین لول ها رو دارن دیگه، به قولن خودشون رو لول اپ نکردن. از نظر شما مربی که داره به صورت تجربی سالیان سال کار میکنه یا مربی که به صورت آکادمیک داره کار میکنه، کدوم یکی میتونه مطرح تر باشه و میشه گفت در واقع مفیدتر باشه برای ورزشکار؟ من چندین سال تجربه باشگاهداری داشتم و از این بابت خوشحالم که تونستم هر دو طرف رو ببینم، هم از طرف فردی که به عنوان مربی داره کار میکنه، هم از طرف فردی که به عنوان مدیر یه مجموعه کار میکنه. بله. و زمانی که آگهی استخدام میدادم خیلی جالب بود. دو تا طیف مختلف از افراد می اومدن، افرادی بودن که حالا مدرک گرفته بودن، چون زمانی که خودم مدرک رو گرفتم هنوز چیزی به نام فدراسیون بدنسازی نبود. من به صورت انجمن دقیقاً آمادگی جسمانی بود و بعدش یه کارگاهی رو میگذروندیم به عنوان کار با دستگاه و بعد دیگه مدرک میگرفتیم. بعد از اون حالا مدرک مربیگری تخصصی بدنسازی درجه 3 اومد و به همین ترتیب ارتقا دادیم. منتها من توی استخدام میدیدم که افرادی که می اومدن تجربه داشتن ولی خیلی از موارد رو به صورت آکادمیک نمیدونستن و این خیلی بد بود. از طرفی هم افرادی می اومدن که کاملا آکادمیک با بهترین معدل ها توی دانشگاه‌های خوب تحصیل کرده بودن ولی متاسفانه هیچ تجربه‌ای نداشتن. به نظر من ترکیب این دوتاست که میتونه باعث بشه یه مربی موفق باشه. اصطلاحاً بهش میگن ترکیب برنده. دقیقاً. درسته؟ دقیقاً. خانم رزم دیده، الان با توجه به اینکه الان بازار هوش مصنوعی داغه، مربیایی هستن که از هوش مصنوعی استفاده کنن برای دادن برنامه؟ با توجه به حالا بیس آموزشی که وجود داره، متاسفانه چون افراد هنوز به اون سطح از توانایی نرسیدن که برنامه‌های خوب و متنوع و شخصی سازی شده بنویسن، متاسفانه این موضوع هست. اما به نظر من توی 20 سال آینده هوش مصنوعی میتونه خیلی به مربیگری و به آموزش مربیگری کمک کنه. مثلا وسایل و لباسهایی باشه که سنسورهای تخصصی داشته باشه برای آموزش و حتی تحلیل و ارزیابی حرکت، برای اینکه خب مربی خودش تنهایی نمیتونه همه داده هایی که داره، حتی میبینه بعضی چیزها از چشم مربی دوره و وقتی که تعداد شاگرداش زیادتر میشه قطعا نمیتونه اون آنالیز رو انجام بده. خیلی میتونه کمک کننده باشه، هم توی بحث پاسچر، هم تو بحث روانی، هم تو بحث آموزش و تحلیل حرکات. اما در حال حاضر من فکر میکنم که هنوز جای کار داره. خب پس ما هنوز قرار پول بگیریم. ولی البته یه سری لباس ها الان هستش دارن، حالا چیزی که من دیدم اینا لول های بعدی تقریبا میشه گفت EMS لول های بعدی باشه که خیلی از اون قوی تر و بیشتر که بشه ازش ارزیابی‌های استفاده عمقی و همه استفاده کنن، نه اینکه افراد خاصی خاص. بله درسته. کلام آخر خانم رزمیده. من با توجه به چالش ها و موفقیت هایی که در طول زندگی شخصی و حرفه‌ای خودم به دست آوردم، این موضوع رو متوجه شدم که همه افراد، همه مردم پتانسیل عظیمی برای تغییر دارن و برای پیشرفت دارن، اما نکته مهم اینه که فردی باشه که اونها رو به صورت درست راهنمایی کنه و از انرژیشون به صورت بهینه استفاده کنه تا بتونن به بهترین نسخه خودشون تبدیل بشن. بسیار عالی. من خیلی تشکر میکنم از شما که منو دعوت کردید برنامه خودتون. خواهش میکنم. و خیلی ممنونم از شما دکتر هوشیار عزیز که منو به برنامه خوب خودتون دعوت کردید و این برنامه به نظر من خیلی خلاقانه طراحی شده، ایده خیلی خوبیه که
این شرایط رو مهیا کردید. مهمانای برنامه‌تون همه عالی بودن تا اینجا که من دیدم. همه قسمت‌هاشو از کانال یوتیوبتون دیدم و پیشنهاد میکنم همه عزیزان این برنامه رو از طریق کانال یوتیوب دنبال کنن. خواهش میکنم. بسیار زیبا، دست شما در نکنه. سلامت باشید، موفق و پیروز باشید، در امان خدا. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.